من این خونه رو پسندیدم. بریم برای قرارداد. بسری؟ آره، این خونه یه واحد خوبی بهم میده. نمیدونم اینجا قبلا توش زندگی کردم. خانم محترم انگار متوجه نیستی. الان بار پنجم میارمتون برای بازدیدی. هر دفعه هم همین دیالوگایی که الان گفتید. من مجبورم بهتون بگم سنده بشنید. از خودتون یادتون میره. نه، یه چیزایی آدم هست بده. شما صدمه که رسید کنم. کمیسیون شما واسه صاحبش خیلی کلا نمیفروشه. الان هم اگه میگم خالیه دکتر بهش گفت واسه خودتون که میگین مریضه. اینجا هم داریم به جزی خالی افتاد. اصلا اینجا داریم چه که انقدر پشتشون خوری؟ اینجا واسه خواهرم. منم اون شما رو خواهی نمیشه. بهم بگه داشتونش میفروشه. بگه هم نفروشه. حالا شما یه زنگ بهش بزن. من خودم باید شاید راضی شد. بالاخره یه زن آقا فرید متاسفانه خواهرتون حافظه بلند مدت داره از دست میده در آینده دیگه هیچ چیزی کسی به یادش نمیاد. بعد یه کوچیک از این